روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 17 دکبر است. شما را با آخرین خبرهای روز در تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. این برنامه خبری تحلیلی اخباری آزادی است. حالا به عنوان موضوعهای برنامه توجه کنید. در مرکز شهر مسکو فرمانده نیروهای کیمیایی روسیه در یک ترکیش کشته شد. کیف ادعا کرد که این کاری دست خدمات امنیتی اوکراین است. منبع‌ها میگویند طرح قانون عفو محبوسان هنوز ماه نوامبر تهیه شده، منتظر امضای آن از جانب پرزیدنت تاجیکستان می باشد. بانک جهانی مسئله برای ساختمان راغون دادن بیشتر از 9 میلیارد دلار را بررسی می کند. حامیان حقوق می خواهند این طرح را بازنگری کنند. در مسکو در نتیجه ترکیش گنرال لیتنانت ایگور کیریلوف فرمانده نیروهای دفاع کیمیایی و بیولوژی روسیه همراه با یاورش کشته شد. ترکیش در فاصله خیلی کمی از کرمل رخ داد. مطبوعات اوکراین نوشت که این ترکیش کاری دست خدمات امنیتی اوکراین می باشد. از جمله اوکراینسکا پراودا گفت کیریلوف یک جنایتکار جنگ بود و با سببی که برای استفاده سلاح‌های کیمیایی علیه نظامیان اوکراینی فرمان داده است، یک هدف قانونی نظامیان اوکراینی دانسته می شد. جزئیات حادثه را شهلای گلخواجه تقدیم می کند. صبح روز سه‌شنبه در مسکو بر اثر ترکیش مواد منفجر فرمانده قشون حمایت ضد حمله‌های کیمیایی روسیه به هلاکت رسید. کمیته تفتیشاتی روسیه خبر می‌دهد که مواد ترکنده در داخل سمکت و اسکوتر الکتریکی پنهان بوده. هنگام بیرونشوی گنرال لیتنانت کیریلوف از منزل زیستش از دور فعال گردانیده شد. به قول همین کمیته هنگام ترکیش بینایی در خیابان ریزان واقع در 7 کیلومتری جنوب و شرق کرمل کیریلوف و افسر همراهش کشته شدند. قشون ضد حمله‌های کیمیایی روسیه یک نوع خاص نیروهای مسلح است که در شرایط ظاهرالشوی هسته‌ای، کیمیایی و بیولوژی عملیات پیش می‌برد. کمیته تفتیشاتی روسیه تحقیق حادثه را بر عهده گرفته است. خبرگزاری‌های غربی از قبل منبع‌های برایشان قابل اعتماد در نهادهای امنیتی اوکراین آوردند که مسئولیت حمله بر عهده خدمات امنیتی اوکراین است. روز 16 دکبر خدمات امنیتی اوکراین ابراز داشت که در جریان تجاوز روسیه به خاک اوکراین نیروی تجاوزگر تحت فرماندهی گنرال لیتنانت کیریلوف کمش 5000 دفعه از سلاح کیمیایی استفاده برده است. خدمات امنیتی اوکراین کیریلوف را شخصا مسئول این عمل نامیده بر مقابل او پرونده جنایی باز کرده است. ماه اکتبر بریتانیا، کانادا و زلندیای نو کیریلوف و قشون حمایت ضد حمله‌های کیمیایی روسیه را مورد تحریم قرار دادند، زیرا به قبل آنها روسیه در جبهه جنگ از مواد نفسگیر کننده و جمله خلورپیکرین کار گرفته است. کرمل این عیبنامه را به اساس می شمارد. کیریلوف خط کننده مکتب عالی فرماندهی نظامی کسرمه بوده. سر از سال 2017 هم رهبری قشون حمایت ضد حمله‌های کیمیایی روسیه را بر دوش داشت. منابع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی میگویند لایحه قانون عفو در تاجیکستان آماده و برای تصدیق به پرزیدنت فرستاده شده است. صدها محبوس و نزدیکان آنها منتظر اعلان قانون عفو هستند تا پیوندانشان از بند زندان رها شوند. شما بینندگان گرامی نیز در این باره زیاد میپرسید. حالا تلاش میکنیم به مسئله تا جایی که امکان دارد روشنی اندازیم. مولا رجب یوسفی با جزئیات بیشتر از شهر دوشنبه. یک منبع آگاه در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 17 دکبر به رادیوی آزادی گفت طرح قانون عفو ماه نوامبر آماده شده برای تصدیق به رئیس جمهور پیشنهاد شده است. به گفته همین منبع لایحه قانون از سوی گروه تهیه شده است که نمایندگان نهادهای انتظامی و دادگاهی کشور به آن شامل شدند. به گفته همصحبت ما اعلان قانون عفو صلاحیت استثنایی رئیس جمهور است و تا زمانی که امام علی رحمان قانون را به پارلمان نفرستد کسی رسما حق صحبت درباره آن را ندارد. منبع از صحبت درباره جزئیات این لایحه خودداری کرد، چون به گفته‌اش ممکن است در دستگاه پرزیدنت به این طرح تغییر و علاوه وارد کنند، اما تا حال معلوم نیست که چرا لایحه قانون عفو از سوی پرزیدنت تصدیق نشد. در همین حال منبع دیگر در دادستانی کل و 2 وکیل دفاع هم به رادیوی آزادی گفتند روی خط آنها معین گشته است که باید عفو شوند. از جمله به گفته همصحبت ما در دادستانی لایحه قانون عفو پیش بینی می‌کند که آنهایی که با گناه دزدی و عفوباشی زندانی شدند و همچنان زنان از 60 سال بالا آزاد می‌شوند.
اما فعلا دقیق نیست که آنهایی که بر اساس ماده 307 کدکس جنایی یا عضویت در سازمان‌های ممنوع زندانی شدند شامل قانون عفو میشوند یا نه. قبلا نزدیکان بعضی از محبوسان به نقل از پیوندان زندانی خود گفته بودند که احتمال بخشیده به 30 سالگی قانون اساسی تاجیکستان عفو اعلان شود. در تاجیکستان بار اخیر ماه سپتامبر سال 2021 به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی قانون عفو قبول گردیده بود. طبق آن 11,500 نفر از جوابگری جنایی و ادای جزا آزاد گردیدند. در عموم این قانون نسبت به 16,000 کس تطبیق شد. در دوره صاحب استقلالی تاجیکستان 17 مراتب قانون عفو قبول گردیده در عموم 170,000 نفر را فرا گرفته است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. قرار است امروز هیئت مدیران بانک جهانی طرح عظیم سرمایه‌گذاری نیروگاه روغن را بررسی کند. حکومت تاجیکستان برای ساختمان آن به کمک خارجی بسیار زیاد احتیاج دارد. در صورت تصویب طرح ممکن است بانک جهانی و شریکانش برای تاجیکستان بیش از 9 میلیارد دلار مبلغ اختصاص دهند. نتیجه بررسی ها احتمالاً فردا نشر می شود. همکارم کیومرث عطا جزئیات این طرح را از سندهای رسمی آموخت و اینجا با ما در استودیو است. کیومرث سلام. اول جزئیات طرح را برای ما و بینندگان شرح می‌دادید؟ بله خرامان، این طرح مذکور سرمایه‌گذاری پایدار نیروگاه برق آبی روغن نام دارد و ارزش آن 650 میلیون دلار است. درباره عزم بانک جهانی برای سرمایه‌گذاری روغن یوسف مجیدی معاون وزیر مالیه هنوز ماه آگوست صحبت کرده بود. وی گفته بود که برای به پایان رساندن ساختمان روغن بیشتر از 6 میلیارد دلار لازم است و سهم بانک جهانی اینجا زیاده از 9 میلیارد را تشکیل می‌دهد. در شرح مختصر این طرح که بانک جهانی نشر کرده است آمده است که در صورت مورد بهره برداری قرار گرفتن نیروگاه که قدرتش 3780 مگاوات است، نه تنها مردم تاجیکستان با نیروی برق دائمی تامین میشوند بلکه ازبکستان و قزاقستان هم میتوانند که از نیروی برق آبی بی ضرر برای محیط زیست یعنی از تاجیکستان استفاده برند. یعنی استفاده نیروگاه برق بخاری را کمتر کنند که در آن از انگشت و مازوت استفاده می شود و محیط زیست را آلوده می کند. خیرامان، هرچند تاکنون 2 گنراتور یا که چرخه روغن به کار انداخته شدند ولی هنوز هم بسیاری از ناحیه‌های تاجیکستان در زمستان از برق محرومند و ساعت‌های معین نیروی برق می‌گیرند. بله، واقعا کیومرث تلویزیون الجزیره اگر دیده باشد برعکس نظری 2 متخصص و فعال زیست محیطی را نشر کرد که خواستند بانک جهانی این طرح را قبول نکند چون به ادعای آنها نیروگاه آسیب جبران ناپذیر به محیط زیست میرساند و از جمله 60,000 نفر را بیجا میکند. خیرامان، تشکر. در سندهایی که بانک جهانی از جمله پاسخ مدیر دفتر بانک جهانی به نامه‌های حامیان حقوق و فعالان محیط زیست نشر کرده است گفته می شد که همه این نگرانی ها به اینابت گرفته شدند. به قول او بانک جهانی با حکومت مسئله شفافیت در ساختمان نیروگاه روغن و بی‌ترس و هراس در میان گذاشتن هر شکایت و مشکلی را بررسی کرده است. جواب ظاهرا به این نگرانی های حامیان حقوق است که گفتند در تاجیکستان فضای ترس و بیم حکم فرما است، مطبوعات و ژورنالیستان سرکوب می شوند و مردم از ترس به کسی شکایت یا که اعتراض نمی کنند. حامیان حقوق گفتند که اگرچه سازمان های بین المللی طرح را همه‌جانبه زیر نظر دارند و نگرانی هایشان را با حکومت در میان میگذارند، اما این به آن معنا نیست که مردم محلی از ساختمان نیروگاه آسیب میبینند. نمیبینند. اینه که تاکنون به گفته آنها ساختمان نیروگاه به زندگی 7,000 کس تاثیر منفی گذاشته است و آن هم در زمانی که فقط 25% کارهای نیروگاه انجام یافتند. ولی این نکته هم صدا میدهد که خرامان خراجات ساختمان شفاف نیست و امکان دارد که به فساد آلوده باشد که سبب افزایش خرج آن و هم به درازا کشیدن اتمام شده باشد. به قول برخی از منبع‌های رادیو آزادی چند شرکتی که در محل ساختمان کار میکنند در آنجا به نزدیکان رئیس جمهور تعلق دارند. تشکر همکارم کیومرث عطا درباره طرح سرمایه‌گذاری نیروگاه روغن با ارزش 650 میلیون دلار صحبت میکرد که قرار است امروز بانک جهانی آن را بررسی کند.
ترکیه یکی از پشتیبان‌های مهمی برخی گروه‌های شورشی است که در برکناری رژیم بشار اسد در سوریه نقش داشته به احتمال زیاد به حیث یک برنده این وضعیت در فکر نفوذ بیشتر بر این کشور خواهد بود. با این وجود تحلیلگران هشدار می‌دهند که همه چیز از آن وابسته می شود که تا کجا بعد اسد در سوریه یک حکومت معتدل سر کار می آید. گزارش صدای آمریکا را زرانگیزی نوروشا تقدیم می‌کند. پایان فاجعه‌بار حکومت نیمه‌اسره بشار اسد به معنی تغییر بزرگ در توازن قدرت در منطقه است. ترکیه به عنوان یک پشتیبان عمده گروه از مخالفان و جهادیانی که بشار اسد را برکنار کردند برد کرد. ترکیه غالب مطلق به نظر می رسد. ایران بی شبهه باخت و روسیه هم به یک طرف تیله داده شد. گروهی تحت پشتیبانی ترکیه ارتش ملی سوریه که چون ارتش آزاد سوریه هم مشهور است در سرنگون کردن بشار اسد نقش داشت، ولی هجوم ناگهانی شورشیان با رهبری گروه هیئت تحریر الشام که امریکا و اتحاد اروپا آن را تروریستی می‌دانند شروع شد. به اندیشه تحلیلگران این نکته هم ترکیه را از آینده سوریه نگران کرده است. من می ترسم که ترکیه نظارت را از دست می دهد. مشکل همین است، زیرا آنجا تنها گروه ارتش آزاد سوریه نیست، گروه های زیاد دیگری رادیکالی هستند آنجا. کی و چه طور می تواند آنها را باز دارد؟ ترکیه نمی تواند و این مشکلی بزرگ است. ترکیه سالهای زیاد منطقه ایدلیب را که پایگاه گروه هیئت تحریر الشام بود پشتیبانی و حمایت می‌کرد. تحلیلگران حدس می‌زنند که اگر پیشنهاد اخیری رهبریت این گروه که به تشکیل حکومت فراگیر سوریه دعوت دارد قبول شود، انقره می‌تواند نفوذ خود را در اینجا نگه دارد. اگر به پراگماتیسم یا عملگرایی برتری داده شود، ترکیه و انقره به کمک می‌شتابند. انقره بی‌شبهه از سوی رهبران سوریه چون یک نیروی مثبت و فایده آور مورد توجه قرار می‌گیرد. زیرا ما اینجا در ترکیه بیش از 5 میلیون سوریگی را قبول کردیم و ترکیه همچنین برای حمایت ادلیب کمک کرده است. حقان فیدون وزیر کارهای خارجی ترکیه در همایش بین المللی دوحه وعده کرد که کشورش برای تامین امنیت حکومتی از نگاه سیاسی فراگیر سوریه کمک خود را دریغ نمی‌دارد. ثبات در سوریه همچنین کلید برای رسیدن انقره به هدف، یعنی به وطن خود برگردانیدن میلیون ها پناهنده سوری است که حالا در ترکیه کار و زندگی دارند. زیرا ناراضگی مردم در این کشور از حضور پناهنده ها افزایش یافته است. به نظر تحلیلگران تحکیم موقع ترکیه در مرزهای خودش انقره را به یک میانروی مهم برای امریکا و حکومت نو ترامپ تبدیل می دهد. حکومت ترامپ احتمال ترکیه را همچون یک شریک مهم استراتژی به نظر خواهد گرفت تا اینجا را نگه دارد. اگرچه آنها چندان به اتحاد و همکاری علاقمند نیستند، می توانند همه کاری وابسته به مذاکرات با هیئت تحریر الشام را به دوش ترکیه گذارند. به این ترتیب همه نشانه ها بیانگر آن است که ترکیه به عنوان یک برنده ظاهر می شود و آن هم در حالی که مردم سوریه سرنگون شدن بشار اسد و پایان دولت 50 ساله یک خانواده را جشن می گیرند. آن می تواند پای منفعت خود باشد. سقوط ناگهانی یک نظام بیانگر آن است که چطور وضع در منطقه می تواند به زودی تغییر یابد و آینده سوریه و نقش ترکیه در آن امروز بیشتر از هر وقت دیگر ناروشنند. مقامات ازبکستان گفتند سال 2024 تخمیناً 80 شهروند این کشور که برای کار به کره جنوبی رفته شرطهای سازشنامه را ویران کرده اند به کفیلانشان در حجم 155,000 دلار ضرری مالی رسانیدند. در میان حالتهای ویران کردن شرطهای سازشنامه کار، حادثه های ترک بی سبب جای کار و به فعالیت غیر قانونی رو آوردن مهاجران یاد شده است. تفصیلات این خبر و خبرهای بیشتر را بینندگان عزیز از سامانه رادیوی آزادی azadi.org پیگیری کنید. خبر و گزارش های بیشتر را می توانید همیشه از اینجا و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید.